راغون، میدان نمک و ناموس و جسارت و مردانگی بی‌مثل. راغون نتیجه زحمت و فعالیت شرفمندانه پیشوای ملت و باوری و اعتماد مردم سربلند تاجیک به عزم و اراده بنیادکاری سربر دولت. امروز وقتی آزمایش روح بیشکست اولاد سپیتامین و دیوشتیچ، ابو مسلم و مقنع، اسماعیل سامانی، تیمور ملک و واسع و هزاران رادمردان این ملت فرزانه آمده است. در پرتو نور راغون پرچم تاجیکستان صاحب استقلال و تاج زرین دولت تاجیکان جلوی تازه خواهد گرفت. راغون روزی روشن و پرنوری مردم تاجیک و پایدیواری اساسی رسیدن به آرمان‌های ملی و فردای درخشان تاجیکستان. راغون بزرگترین نیروگاه برق آبی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان و دارای اهمیت بزرگی استراتژی. راغون عمر نارک از 100 سال دیگه دراز میکنه. با جای لای آب جمع میشود در اینجا. آب تقسیم میشود در خود راغون. راغون فردای درخشان وطن اجدادی و تامین کننده پیشرفت و ترقیات تاجیکستان. سیمای میهن، سیمای راغون، فردای میهن، فردای راغون. راغون دلیل عزم و اراده قوی و تلاش و اقدام‌های بی‌سابقه بنیادکاری پیشوای معظم ملت در راه سعادت ملت و دولت. راغون فردای نورباری وطن.